جلسه قبل مارولس دیزاینر رو نصب کردیم و این جلسه میخوایم تعریفای کلیشو بگیم و منوی فایل رو با جزئیات توضیح بدیم. با ما همراه باشید. به نام خدا، سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. مریم رستمیانی هستم و اینجا استودیو نوران است. به دومین جلسه از آموزش مارولس دیزاینر خوش اومدید. خب تو این جلسه میخوایم یه مقدار از نزدیکتر نرم افزار رو ببینیم و بررسی کنیم. این بالا یه منو داریم که توی همه نرم افزارهای دیگه هم هست و اولین گزینه بین همشون مشترکه، منو فایل. منوی فایل که میزنید گزینه‌هایی که میبینید هم گزینه‌های آشنایی هستن، ولی میخوایم دونه دونه و دقیق بررسیشون کنیم. اولین گزینه نیو پروژکت هست. وقتی که میخواین یه پروژه جدید رو شروع بکنید، این گزینه نیو پروژکت رو باید بزنید. گزینه بعدی نیو گارمنت هست که اگه بخواید گارمنت جدیدی رو بسازید میزنید، ولی خب معمولا ما این کار نمی‌کنیم. معمولا با همون نیو پروژکت میریم و بعد تو سیوش گارمنت سیو می‌کنیم. حالا اصلا تفاوت پروژکت و گارمنت با هم دیگه چیه؟ پروژکت شامل کل اون اطلاعات کار شما میشه که دارید انجام میدید. یعنی شامل، اجازه بدید من یه اوپن بکنم. مثلا این کار پروژکت شامل تمام اطلاعات میشه، یعنی هم اون آواتاری که استفاده کردید، در واقع مانکنش، هم لباسش، هم تنظیماتش، همه چیش. ولی گارمنت فقط خود این لباس هست. یعنی اگه ما این آواتار رو نداشته باشیم، این لباسه میشه در واقع گارمنت ما. پس تفاوت پروژکت با گارمنت اینه. و شما توی این گزینه میتونید همونطور که الان من انجام دادم یه پروژه که قبلا سیو کردید رو باز کنید که اینجا پروژکت رو باز میکنید. پسوند پروژکت ZPRJ و PNG. یعنی چی؟ یعنی این دوتا رو همزمان با هم میگیره. ZPRJ اصل پروژه شماست که تمام اطلاعات اصلی داخلشه. PNG یک فایل پریویو ازشه، برای اینکه وقتی نگاه میکنید بفهمید داخلش چیه و خودش یه دونه کنارش میگیره به عنوان پریویو و اطلاعات خاصی داخل این نداره. اصل اهمیت موضوع روی فایل ZPRJ شماست. اما فرمت گارمنت متفاوته. ZPAC دوباره یه PNG هم پریویو کنارش میگیره، ولی فرمتش با پروژه متفاوته. بعدی تریم هست. تریم یعنی مثلا شما میخواید یه سگک اضافه کنید به کارتون، یه قفلی، یه مثلا یه کیف دارین طراحی میکنید میخواید بهش قفل اضافه کنید. اینا شامل تریم میشن. یه پسوند خاص خودش رو هم داره و شما میتونید اونا رو از یه سری سایت ها هم تهیه کنید بخرید، یا اینکه اگه نرم افزار مدل سازی بلدین خودتون بسازین و به پروژهتون اضافه کنید. وقتی میخواید اضافه کنید از این مسیر باید بیاید. گزینه بعدی اواتار هست. اواتار یا در واقع همون مانکن شماست. الان اینجا من این گربه رو به عنوان اواتار بهش معرفی کردم، در حالی که حالا اواتار استاندارد این نیست. اواتارهای استاندارد کارمون بذار من نیو کنم که رو پروژه خودم ذخیره نشه. یه نیو زدم. اینجا ببینید یه سری فایلایی که خود مارولس داره براتون. اینجا در واقع شورتکات یه میانبراشه. همینا روی ویندوزتون، توی فایل ویندوزتون هم قابل دسترسیه. اینا همه توی داکیومنت خود ویندوزتونه. منتها اینجا براتون یه دسترسی سریع گذاشته. یا میتونید از اینجا بهش دسترسی پیدا بکنید یا از این پوشه های اینجا. ببینید مشترکاً باز میکنه اینجا. مثلا من آواتار میخوام بیام، این آواتار رو میزنم، پوشه آواتارم توی سیستم برام اینجا باز میکنه. حالا من یه سری چیزای اضافه خودم اینجا گذاشتم، این مقدار شلوغ‌تره. شما که باز بکنید احتمالاً تعداد پوشه هاتون کمتره. بذاریم از اینجا بیام عقب‌تر که پوشه اصلیه رو بریم. خب آواتارها چند دسته هستن؟ ببینید مثلا زنونه داره، بچگونه داره، مردونه داره و
توی قسمت مثلا زرونه رو که باز میکنین چند تا براتون آواتار داره که ظاهرشون متفاوته، سایزشون معمولا یکیه، تو ورژن مختلف متفاوته ها، اینجا یکیه، ظاهرشون بیشتر اصل تفاوتشونه. و یه سری هم حالا چیزایی که مربوطه به اون آواتار میشه اینجا هست که حالا بعد در موردشون صحبت میکنیم. دابل کلیک که بکنید اون اوپن میکنه. همون کاری که شما از مسیر اوپن اگه میرفتین آواتار رو میزدین، باید میرفتین توی پوشش و همین کارو میکردین. تا خب اینجا یه دسترسی سریع براتون گذاشته. این آواتاریه که براش میتونید لباس طراحی بکنید و تنش کنید و حالا ادامه ماجرا. پس آواتار تعریفش این میشه. پسوندش هم AVT اصلش، منتها خب به عنوان مثلا OBJ و اینا هم میتونید وارد کنید. مثلا من اون گربه رو به عنوان OBJ وارد کردم، به عنوان آواتار براش تعریف شده بود. هیرن شوز هم که خب مو و کفش مربوط به همین آواتار. هر آواتاری سایز خودشو داره و وسایل خاص خودشو داره. مثلا اینجا هم دارید ببینید کفشای مختلفه، به طور پیش‌فرض داره، ولی مثلا میتونید بخرید دوباره باز کنید اضافه کنید. ولی مثلا یه بخش مردونش من اگه برم این کفشو بزنم نمیتونه بهش اضافه کنه، میگه نو مچینگ آواتار، بعد به همون آواتار بخوره، بعد مناسبش باشه. و وقتی که میخواید براش کفش و لباس، کفش و مو و اینا بخرید یا دانلود بکنید، هم باید در نظر بگیرید که برای چه آواتاری میخواید، مخصوصا همون بگیرین که حتما مناسبش باشه. خب بخش اوپن، پوز به حالت ایستادن مانکن میگن، به حالت ایستادن این آواتار میگن که ما اینجا هم باز یه سری آماده داریم. اینا چیزاییه که الان تو مردونه این فکر کنم. آره یه سری حالت‌های آماده داریم، یه سری حالت‌ها هم میتونیم خودمون درست کنیم، اضافه کنیم. ببین اینا رو من خودم اضافه کردم که اسمش نورانا گذاشتم اول اسمشون. یه سری دیگه هم توی پوشه دیگه دارم خودم درست کردم، با پسوند POZ سیو کردم و به اینجا اضافهشون کردم. در ادامه میگیم که چطور میتونید حالتش رو خودتون دستی تغییر بدین و سیو کنید و بعداً مثلا توی پروژه مختلف ازش استفاده بکنید. و اینجا هم دابل کلیک بکنید میتونید اضافهش بکنید، حالت ایستادنش اعمال میشه که حالت استاندارد همین ای پوزه، همین ای پوز اولی و حالا اینایی که یه مقداری جمع و جورتر. این حالت استاندارد ایستادن. شما وقتی میخواید لباس رو به کسی بفروشید بعد بذارید روی حالت استانداردی که اون باز بتونه دوباره تن مانکن خودش بکنه. اگه حالت عجیب غریب باشه مگه اینکه خود پوزتون هم همراهش بهش بفروشین که بتونه پوزو بذاره، لباسو بذاره روش، بعد به حالتی که میخواد در بیاره. ولی اصولش اینه که روی حالت ای پوز میذاریم، یه حالت استانداردیه. پس اگه شما قبلا یه پوز ساختید، جای سیو کردید و یا اینکه از جایی تهیه کردین، از اینجا میتونید اضافهش بکنید. موشن به حالت حرکت آواتار توی در واقع انیمیشن گفته میشه که خب اینم یه 5 تا موشن آماده معمولا نرم افزار دارن خودشون که میتونید استفاده بکنید و از اینجا قابل دسترسیه. ولی خب الان من چون بخش انیمیشن رو هنوز نمیخوام بگم، الان دیگه اونا رو باز نمی‌کنیم. اینجا الان 5 تا داره، حالا بعداً به موقعش در موردشون بیشتر صحبت می‌کنیم. اگر هم از جای شما تهیه کردین، از سایت دانلود کردین، خواستین اضافهش بکنید، از اینجا اوپن می‌کنید. و پسوندش هم MTN هست. خب گزینه بعدی سین اند پراپس. شما ممکنه بخواید که برای انیمیشنتون یا برای رندری که میخواید از کارتون بگیرید به صورت حالا یک فریم، یه صحنه میخواید، یه استیج مثلا اگر میخواید یه فضای خاصی رو میخواید اضافه بکنید، به عنوان سین بعد اضافه کنید. بازم مثلا چند تایی معمولا خودشون دارن، یه مقدار عقب‌تر سین خودش چند تایی معمولا داره، مثلا کلو داره که میتونید استفادهشون بکنید. ولی اگر به عنوان استیج اینجا هست، یه سری استیجای خودش داره که
میزنید اضافه میشه. میتونید بگید، باید بگید اد کنه که کارتون رو حذف نکنه. و میتونید شما اینجا رندرتون رو بگیرین. بنده خدا لباسم نداره، همه جا میبریمش. میرسیم الان لباس تنش میکنیم که تفلکی اینطوری کرامت انسانیش به خطر نیفته. و اما بله اینطوری میتونید استیج اضافه بکنید، صحنه اضافه بکنید برای اینکه روش انیمیشن انجام بدید، حرکت داشته باشید، یا اینکه ثابت باشه بخواید رندر بگیرید. پس اینم از این. و اما ماژولار یه مقدار تعریفش پیچیده است. حالا من یه کلیاتی میگم، بعداً باز بیشتر باهاش آشنا میشید. ماژولار یه سیستمی که از ورژن 9 به بعد اضافه شده. اینجا به عنوان بلاکس داریدش. تو این قسمت بلاکس و میرم بخش زنونش، یه سری تیکه های لباس هست. خب نگاه کنید، یقه داره، مثلا قسمت های مختلف داره، آستین داره، یا مثلا تو بخش جکتش مثلا کت های مختلف، حالت های مختلف کت داره. مثلا من یکی رو اضافه میکنم. قبلش باید پوز رو تغییر میدادم، اجازه بدین، به این پوز نمیخوره. این صحنه هم حذف کنیم چون خیلی فضا رو دور میکنه، الان کاری بهش نداریم. اول پوز رو بریم عوض بکنیم، برگردیم توی آواتار، یه پوز بسته تر باید بهش بدیم به این شکل و بعد دوباره برگردیم عقب و بلاک رو پیدا کنیم، بلاکس، وومن و خب حالا مثلا جکت. ببینید این یه الگوه، دورش یک خط توسی میبینید، دقت کنید. این یه محدوده رو مشخص کرده و براش تعریف کرده که هر چیزی توی این محدوده قرار گرفت توی اینجا توی این قسمت روی بدن آواتار باید قرار بگیره. و مثلا در مورد آستینا خودش تعریف کرده که آستینا کجا قرار بگیرن. بعد حالا مثلا شما یه لباسی دارید که خیلی الگوش و اینها شبیه این هست و مثلا با یه سری تغییرات جزئی میتونید بهش برسید، مثلا اینطوری. حالا بعد در ادامه میگیم که برای فروش میخواید الان این کار نکنید که از آماده ها استفاده بکنید. ولی خب یه موقع یه چیزی هست فقط میخواید یه شمای کلیشو ببینید، مثلا ببینید میتونید با یه تغییری مثلا قدش رو بلند کنید و اینا میتونید به فرم لباس برسید، به فرمی که میخواید برسید. از صفر مثلا میخواید طراحی نکنید، میتونید از اینا استفاده بکنید و میتونید تغییرش بدین اینجا و خب این خودش جاشون رو میشناسه و سر جاشون قرار میگیره. ولی یک مسئله که داره اینه که این قسمت ها هم به هم دوخته نیست، شما باید اینا رو به هم بدوزید. الان من اینو سیمیلیت کنم، این قسمت ها جدا میشن، از هم میافتن. نگاه کنین، الان ولش کنم دیگه میفته زمین، جاذبه بهش اعمال میشه میفته. بعد قبلش اینا رو به هم بدوزید. حالا دوختنش هم کاری نداره ها، بعد تو جلسات بعد در موردش صحبت می‌کنیم. ولی خلاصه که این قسمت‌های داخلیشو این به هم دیگه دوخته، ولی قسمت‌های بین هر تیکه رو بعد بدوزین و خلاصه این وجود این بلاک ها میشه همون حالت ماژولاری که در واقع براش تعریف شده. ما غیر از این حالت ماژولار و این بلاک ها یه سری گارمنت هم داریم. شما از اونا هم میتونید به عنوان طرح آماده استفاده بکنید. برگردم عقب‌تر، اینجا گارمنت هم داریم. خب من اینا رو حذف کنم. یه سری گارمنت هم هست، حالا بعضی ورژن ها بیشتر داره تعدادش. این الان این خیلی خلاصه داره، حالا کار نداریم، اینا هم میتونید استفاده کنین. البته باز دور پوزش رو عوض نکردم، نگاه کنین پوز رو عوض نکردم واسه این افتاد بالا، بعد دستش بازتر می بود که این درست میشد. ببینم الان با آندو این مونده درست میشه یا نه. نه هنوز پوزش فرق داره. حذفش کنم. اواتار، فیمیل، پوز،
من اینجا خیلی پوز زیاد دارم، اینا همه رو میگم بهتون چجوری سیو کنید. پوزهای استاندارد اینجا نداره، همش پوز اضافیه. پوزهای استاندارد رو برم تو گوشه اصلی. خب اینجا خب برگردم دوباره گارمنت رو بیارم، گارمنت و این دیگه به جزئیاتی که چی کار میکنیم من بهتون میگم، من نگران نشید. خب نگاه کنین دیگه تیکه نشد بیفته بریزه پایین. چرا؟ چون که گارمنت اولا که نگاه کنین اون بلاکار دیگه دورش نداره، اصلا اون تعریفا رو نداره، فقط لباسه و اینکه لباس هم کامله دیگه، همه چیش دوخته شده است. شما وقتی گارمنت هم سیو میکنین باید همینطور باشه، تمامش آماده و کامله. یه سری گارمنت آماده هست، میتونین گارمنت دانلود هم بکنید. یه سری گارمنت های رایگان تو سایت کلوست هست که خب باز جلوتر در موردش صحبت میکنیم. رایگان هست، فروشی هست، میشه گرفت و استفاده کرد. حالا ما خودم با من طراح معمولا این کارو نمی‌کنیم، میگم جلوتر چرا. خب پس این از اینو. حالا به عنوان اوپن شما میتونید یه سری تنظیمات مربوط به کامرا، تنظیمات کلی برنامه رو اینجا میشه تغییر داد، میشه سیو کرد. بعد از اینکه سیو کردین میتونید اینجا دوباره بازش کنین. تنظیمات رو برگردوندین به حالت اول، میخواید الان دوباره برید رو اون تنظیماتی که یه زمانی سیو کرده بودین، اینجا میگن تنظیماتش هم میتونید اوپن کنید و استفاده بکنید. حالا یه گزینه اد داریم. تفاوت اد با اوپن اینه که شما وقتی اوپن میکنید اون فایل قبلی و کار قبلیتون رو میبنده، انگار که یه نیو میشه و اون کاری که باز کردین باز میشه. ولی اد اگر بکنید این پروژهتون سر جاش هست، مثلا یه اواتار دیگه بهش اضافه میشه، یه پروژه دیگه درسته بهش اضافه میشه. مثلا من برم همین گربه رو بیارمش ادش کنم، هم آواتارش هم گارمنتشو، رفت رو سر این. این وقتی که میاریدش تعریفش مشخصه که تعریفش مشخص هست که شما کجا اینو میخواید ادش کنید، کجا بیاد. حالا ولش کنید، اد شد دیگه. حالا بعداً میگیم که اینا چجوری جاشو درست کنید. وقتی که دارید اد میکنید، الان من از پروژکت بزنم، وقتی که دارم اد میکنم اینجا مقیاسش میاد که بره کجا. الان 1.5 متر رفت بالا. اگه من صفرش کنم میاد رو زمین، روی محور X مثلا میگم یه 2 متر، حداقل 1.5 متر برو کنار که این نیفته روی اون، بیاد یه کنار برای خودش. خب حالا من باید این کارو میکنم. جابجاش هم میشه کرد، حالا خورده دنگ و فنگ داره. اینطوریه. قبلی رو دارید، یه دونه دیگه بهش اد کردید، ولی اگه من الان اوپن میزدم این قبلی بسته میشد، یه دونه جدید این یکی باز میشد. خب پس این هم از اد. حالا تو اد هم همون گزینه ها رو یه چند تایشون که قابلیت اد شدن رو داریم. مثلا سین رو حتما باید اد کنید وقتی میخواید صحنه اضافه کنین. اگه اوپن کنین بزنید که خب به تنهایی میخواید چیکار اد میکنید که به پروژهتون اضافه بشه که اون صحنه و استیج رو استفاده بکنید. و اون میرسیم به گزینه سیو. خب سیو میدونید دیگه، ذخیره کردنه. وقتی که سیو میکنید باز نگاه کنید همون گزینه ها رو دارید توی سیو. هم میتونید به عنوان پروژه کامل سیوش کنید، هم میتونید که فرمتاشو گفتم بهتون دیگه، هم میتونید فقط به عنوان گارمنت سیو کنید، میتونید به عنوان پترن فقط الگو رو سیو کنید، میتونید فقط آواتار رو، فقط پوزش رو. ببینید پوزی که گفتم سیو میکنید دور میارید، اینجا از این گزینه پوز باید استفاده کنید که به عنوان پوز داخل بشه، بتونید دوباره بیارین رو پروژهتون اعمال بکنید. حرکت ها رو به عنوان موشن میتونید ذخیره بکنید و خیلی چیزای دیگه. بقیه‌شون هم مربوط به نرم افزارهای دیگه میشن که بخواید فایلتون رو سیو بکنید تو نرم افزار دیگه ای باز کنید. و توی سیو از هم باز همونا رو داریم. تفاوت سیو و سیو از هم حتما میدونید. تفاوتش اینه که وقتی سیو میکنید روی اون فایلی که قبلا سیو کردین دوباره ذخیره میشه. برای اولین بار ازتون میپرسه، دفعه‌های بعد دیگه هر وقت سیو کنید یا کنترل اس بزنید، که توصیه میکنم همیشه دستتون رو کنترل اس باشه، فایلتون نپره. نذارید از آخر سیو کنید. ببین کی بهتون گفتم
عادت کنین همیشه کنترل اس بزنید و روی پروژه قبلی براتون سیو میکنه. ولی اگه سیو از بخواید بزنید کنترل شیفت اس میتونید بزنید و یک فایل جدید سیو کنید با یه اسم دیگه، مشخصات دیگه، جای دیگه. و تفاوت سیو با سیو از همیناست. شیر یا کلوست. سایت کلوست یه سایتیه که مربوط به شرکت کلو هست و توش پر از لباس‌های مختلف، کفش، مو، نمیدونم، آواتار، پوز، موشن، همه چی. شما خودتون هم میتونید کارتون رو اونجا بذارید و بفروشید. میتونید رایگان بذارید، میتونید پولی بذارید و درآمد دلاری داشته باشید. اینا رو کاملتر بعداً در موردشون حرف میزنیم. اینجا گزینه‌شو گذاشته که به عنوان پروژه یا به عنوان گارمنت میتونید اینجا مستقیم کارتو بفرستید. منتها خب این خیلی تنظیماتش و اینا دستتون نیست. هم برید توی خود سایت، از خود سایت برید فایلتون رو اضافه بکنید و توی سایت بذارید. برای فروش خیلی بهتره. از این گزینه توصیه نمی‌کنم استفاده کنید، ولی خب گذاشته دم دست واسه بازاریابی خودش دیگه. گزینه بعدی ایمپورته که باز دوباره برای باز کردن یه فایله، منتها فایل‌های خاصی که مثلا با برنامه‌های دیگه کار شدن. میگم مثلا من اینو فکر میکنم OBJ بوده یا FBX بوده که وارد کردم. یه فایل سه‌بعدی بوده اون گربه که توی برنامه دیگه ساخته شده بوده، مدل سازی شده و من آوردم به عنوان اواتار ازش استفاده کردم، براش لباس طراحی کردم. ممکنه اصلا بهتون یه پروژه بدن که فقط میخواین روی اواتار خاصی براش لباس طراحی بکنید. ممکنه مثلا یه انیمیشن باشه برای کاراکتر اونا بخواید لباس طراحی کنید، اون موقع براتون فایلش رو به صورت OBJ یا FBX میدن و از اینجا وارد میکنید و روش کار میکنید. فرمت های دیگه هم هست به عنوان انیمیشن میتونید وارد بکنید که اینا رو هم حالا به موقعش در موردش حرف میزنیم. ایمپورت اد هم که مثلا همین اد بالاه، وقتی که میخواید به پروژهتون اد بشه، نمیخواید اون یکی بسته بشه این یکی باز بشه. اکسپورت خب میشه برخلاف ایمپورت، وقتی که میخواید خروجی بگیرید که جزو فرمت های این برنامه نیست، برای فرمت برنامه های دیگه است میخواید مثلا خروجی بگیرید. ما از اینم خیلی استفاده میکنیم برای اینکه ببریم توی نرم افزار قوی تر رندر بگیریم. رندر گرفتن یعنی اینکه شما مثلا این تصویری که اینجا دارید میبینید یه تصویر خیلی خیلی ساده است، جنس لباس مشخص نیست، نور خاصی نداره، طبیعی نیست اصلا. رندر رو الان نرم افزار کلو داره تا یه حدی، ولی بازم رندر خیلی قوی نیست. بخاطر خیلی قوی بگیرید میتونید ببرین تو 3D Max، میتونید ببرین توی بلندر رندر بگیرین که خیلی قشنگ‌تر و کیفیت تر بشه. البته خیلی بستگی به نور پردازیتون، متریال پردازیتون داره که باز در آینده بهشون میرسیم، یه سری هم دوره پیشرفته بهشون میرسیم. ولی کلو هم خب حالا در یه حد کار را بندازی چیز گذاشته، در واقع رندر رو گذاشته که اونم حتما در موردش صحبت میکنیم تو همین دوره، اونا رو کامل تنظیماتش رو آموزش میبینید. ولی خلاصه اگه خواستیم ببریم توی برنامه خیلی حرفه‌ای تری خروج بگیریم و یا اگه خواستیم فایلمون رو بفروشیم و یا خواستیم پروژه گرفتیم پروژه بهشون تحویل بدیم چون اونا میخوان تو نرم افزار دیگه باش کار بکنن، همیشه میایم اینجا اکسپورت میگیریم. معمولا OBJ یا FBX رو کار داریم، بقیه‌شون دیگه خیلی انگشت شمار اگر موارد خاصی پیش بیاد. اسنپ شات که اینجا هست یه جورایی مثل همون پرینت اسکرین میمونه، مثل اسکرین شات میمونه، مثل میمونه که شما همین تصویر رو همینی که اینجا داره نهایت مثلا یه ذره اینجا این دکمه رو میزنید یه کمی کیفیت پیدا بکنه نورش، گاهی هم بدتر میشه تازه. در همین حد بخواید یه دونه عکس ازش داشته باشین خیلی توصیه نمیشه این کار رو بکنید. یعنی حتی واسه این که بخواید یه جا مثلا به عنوان یه پریویو نشون بدید بگید تا اینجا اوکیه یا نه، هم ترجیحاً رندر بگیرید. ولی الان تا رندر رو یاد نگرفتید میتونید استفاده بکنید، یا یه وقتی مثلا یه مورد فوری اگر پیش اومد گاهی به درد میخوره. پس این میاد یه عکس میگیره، یه عکس میگیره، فرمتش رو میتونید تعیین کنین که میتونیم به فرمت های مختلف اینجا ذخیره بکنیم. مثلا جی پیگ میزنیم سیو میکنیم، اینجا یه سری تنظیمات میاد، سایز خب A3 A4 خب حالا خیلی کوچیک هم نباید بزنید دیگه. یه سری هم تنظیمات سایزایی که مربوط به فیلم و عکسه اینجا هست، یا هم که
کاستومی که خودتون انتخاب میکنید که چه سایزی باشه. حالا مثلا میذاریم آسه، پورتریت یعنی عمودی، لندسکیپ یعنی افقی. معمولا عمودی باید بگیریم. ابعادش به میلیمتر، یونیتش رو میتونید تغییر بدین، ابعادش رو مثلا به پیکسل بده. حالا میذاریم ما همون سانتی متر باشه. رزولوشن هم که مربوط به تعداد پیکسل هایی که در یه صفحه هست که همین 200 یا 300 معمولا اوکی. سیو که بکنید الان همینو براتون یه دونه تصویرش رو ذخیره میکنه. مسیرش کجا بود برام ببینم. خب ایناش نگاه کن، همینه دقیقا همون عکس و همون چیزی که داشتید میدیدید رو براتون میاد، عکسش رو ذخیره میکنه به همین سادگی. خب و اما تو اینجا دیگه ریسنت داریم که آخرین چیزایی که باز کردیم و اینجا میاره. و اما گزینه اینفورمیشن، وقتی اینفورمیشن رو میزنید ببینید مثلا اطلاعات مربوط به اون گارمنت رو میتونید شما خودتون یه اسم براش تعیین بکنید، چیزی که دارید روش کار میکنید و یه سری در موردش توضیحات میتونید بنویسین. کم پیش میاد این کارو بکنن ولی میشه، این کار رو میتونید انجام بدید. و اینکه یه بخش فایل هیستوری داره که مثلا گفته که این فایل توسط چه کسی کار شده روش. نگاه کنید الان من خب همین الان هم اینو باز کرد. آها این اطلاعات این گربه هم داره نشون میده. آره بیشتر اون داره نشون میده، وگرنه یکی که هیستوری خاصی نداره همین الان داشتیم کار میکردیم. نگاه کنید تمام، من چون با یه نرم افزار با یه ورژن قدیمی 2018 هم کار میکردم، همزمان بینشون سویچ میکردم، با یکی هم کار میکردم و اینجوریه که الان همه اونا رو آورده. میبینید تمام اون آیدی برنامه که باش کار کردم و اینجا آورده. برای همینه که میگم وقتی از فایلای آماده بیایید استفاده بکنید یا یه فایلی رو بردین تغییر بدین، از صفر خودتون کار نکرده باشین، کسی براش مهم باشه، اینجا توی اینفورمیشنش میتونه هیستوریشو ببینه که مثلا این قبلا اصلا بیسش از کجا اومده. و خب بهتره که وقتی دارید برای فروش جایی کار میکنید خودتون کار کرده باشید دیگه، که توی اینفورمیشنش ثبت نشده باشه. این منو رو کامل کردیم و کویت هم که میدونید دیگه برنامه رو میبنده. وقتی که اینو بزنید اگه سیو نکرده باشید ازتون میپرسه که میخواید سیو کنید یا نه. سیو از که خب یه جای جدید سیو میکنه، اووررایت رو جایی که قبلا سیو کرده بودین دوباره سیو میکنه. میتونید بگید نه مرسی نمیخوام سیو کنم یا کنسل کنید که کلا اصلا نبندتش. و این هم از این جلسه با این برنامه آشنا شدیم، با یکی از منوهاش و یه مقدار با طرز کارش هم آشنا شدیم. بریم برای جلسه بعد و تا جلسه بعد توی نرم افزار میبینمتون. فعلا خدا نگهدار.